سلام عزیز دوستlar. Kelinglar bu yoqqa biroz bir tansa kamera maxsus bu. وقتی که ما اومده بودیم 10 سال پیش چرا دیگه ولی الله باری مشهور شد دیگه اینا سعی که ولی الله نام خدا که جمعش وطندار است. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستین؟ بخیر. تشکر. افغان هستین؟ چی؟ افغان هستین؟ ما تازه آمدیم حالا یک کمک کلمه داریم. چی کنیم تازه؟ جای نیست هیچ کجا بریم ما تازه آمدیم. چی کنیم اونجا دولت پیش دولت برید؟ دولت جایش نیافتیم. شما وطندار هستین یک کمک کنین به ما. هتل ما هم از فرانکفورت نیستیم. از کجا هستین شما؟ تازه آمدیم اینجا پیش هموطن قصه داریم. نه اینا همه تو هستن همینجا میگردن پیسه جمع میکنن. نه ما بیخ تازه آمدیم اینجا چرا کم تازه آمدی خو اینجا یک دولت یک قانون خواسته. یک آدرس مدرس دارین شما؟ اینجا پلیس گیسین جای هست اینجا نزدیکه؟ باشه یکم کمک کنم خوب است. نه اینا بوتل هم جمع میکنن همینجا کارشون هست. بوتل همی بردم این بوتل میگه نمیشه میگه ما این بوتل اینجا بردم میگه این نمیشه میگه این خود این بوتل روغن چی است؟ فانت داشته باشه. ها؟ فانت داشته. فانت چی است؟ این شیشه هم جمع کردم این شیشه اینا نمیشه اینا؟ نه اینا نمیشه. خیره یکم کمک کنم. نه چیز است؟ خود روزه داری؟ شکر الحمدلله روزه دارم ما. گیسی نزدیک اینجا؟ تو درست؟ گیس کجا وطن دار؟ گیسین کمپ گیسین است میگه اونجا. میگه عزول اونجا قبول میکنه. خب آدرسش داری؟ نه از ما ندارم آدرس. در لوکیشن که به تو رو خیلی کنم. لوکیشن چه رقم بگیرم؟ کاغذ قلم داری وطن دار؟ عکس تلفن نوشته کده میتونی عکسش تلفن لاری؟ نه تلفن نشته. تلفن نداری. برو اونجا هم جای میته هم پیسه میته هم نان میته هم شهر اینجا. خب ما چرا کم برم ما اونجا جای دور است خو جای دور باشه ما چرا کم برم یگان کرام را با ما بتین ما چرا کم برم ما ترین که کرایه نلگیگی والا. ترن کرا نمیگیره نه تیکت. آدم اگه نمیشناسم چی کنم کرام را بدم؟ دارن اینا پیسه دارن. بولا از کجای وطن هستید؟ ما از بامیان هستیم. بامیان هستید. بوت بامیان هم جای خوبی هستند. آخر پیسه نداری؟ نه پیسه کجا پیسه داشته باشم پیش شما میگه کفشانش سعی کن مارک میپوشه پیسه ندارن. ایرم کسی داده شو دبانو خواب بودم اونجا کسی آورد برای ما کشیده داد تیرم ایرم مارکش چی میفهم؟ این دست چی هست؟ این چی هستی؟ انگشتر هستی؟ 10 یورو میتیم امرا بته خب برو رای کرایت میشه. نه 10 من نمیشه 100 روپیه بته وطندار میتونم. ندارم. ایران کجا کردی؟ پیدا کردی؟ پیدا کردی آدرس کسی نه؟ پخت پیگی؟ نه پخت کم پویگم. لگ پویگم پختو نه وطندار تا؟ گیسن تازه؟ گیسن سمرا لارده؟ 15 سال ملتا؟ گاڑی؟ گاڑی موتر؟ نه ترین اردو ها میفهم اردو پیگی اردو؟ زنو پیگی نه اردو ها من میفهم اردو میفهم. پاکستان ها نباشه؟ نه باز قومای هزاره ماست نه؟ روزه داری؟ روزه دارم ها. گیسن نوشته؟ جان دیگه مقصد بخش باشه. نه حالا خب پیش کی برم اینجا دیگه وطندارا یک جای دکان یگان چیز یگان رستوران نداره برم یک بگیم یک کمک کنه بر ما چرا کم تیکت بگیرم ما گیسن بغیر د ټیکټ لاړ ته خو نه راغلی تا ته چی نه وای پولیس چې ونیولې ځان ورته ورکو ته ځازیل کو ماګه د ډایرکټ به گیسن ته وړي دغه نشته ورق نشته ورق ولې کیږي اینا هم چیز پیسه نمیشه خو اینا 3-4 یورو چی شوه کرا پسوده یا تیکت پسوده گیسن ته ټیکټ مکو ته خو نه راغلی ولی ټیکټ کوي مکو ټیکټ نیم ساعت لار ده 10 دقیقه نیم ساعت لار ده داخل داشی ماشی پوت شو تا اونجا برو اگه پلیس آمد بگو ما تازه آمدی پولیس چې رالو تو زه تازه راغلی ماګه د خپل به وړي موټر کې دی وړي
بری موتور که گیسن تولی پلیس خودش میبره او در جای پناهنده او دا گیسن ازول ازیل با بیا وکی خب چی رقم است ما گفتم پلیس ما را بندی نکنه نه اینجا اسناد اروپا ندارم من اسناد میتا اونجا برای اسناد نان نلاری میتا. ها اسناد اینجا اسناد میته خودش ورق مرق ندارین همینجا وطندار نشته کنه تیکیت نمیخوایم میخوای شام افطاری همراه ما باشی؟ دیپتاری را وطندار چی کنیم یک کمک خانه یک چرا تکت میبری؟ بگیریم کجا میشناسه؟ یک پیسه نفر از کجا میبری تو؟ نه همینجا در یگان چیز میگرفتیم در رستوران یگان چیز اگر گرفته بودی همینجا تا آریانا روزه هستیم رستوران مدد. نزدیک اینجا هست. خواب بودیم شب روزه گرفتیم همینجا این دوست ما فرانکفورت زندگی میکنه ما خو از راه دور نمیفرم ولی اینجا رو جای مای نداری وطن داری یک شب دو شب از ما زیل رمه خو ما سره نفر ډیر دی تاخ کې هغه سره غم خلک دی قسم نفر دی ما سره زه خپل مهم کې کور نه لرم چې کور مې لرلې مشکل نه بس او نفر ډیر دی ما سره او بیا سي شي کو سي شیر خب بیا یک پیسې تکت خو بته به ما ولا نقد پیسې خو ولا کلرم نه کار کوم دې ته ما اوس مخکې قصه وکړه زه نه راغلی ما نو آمدم نو تو هم نه نامدی آمدم. تو هم خیلی خیماری هستی خیلی ها این خو خانه داره دیگه چیز خب اما تو خود امروز را دیدی خیمرم نشان بده وطندار کمک خیلی چه وای فرانکفورت میگه چه رقم است میگه قانونش میگه یگان راه برمان یگان راه را نشان بده کجا برم یگان جای یگان کار ما را اگر باشه میکنیم یک چند روز پیسه جمع کنیم برم باز همون جای گفتگی کنیم تو خو اول ازیل وکنه بیا وروسته پیسې جمع کړي اول میگه ازول بده خودت اونجا باز پیسه جمع کن او میگه چی است زل چی است ازول و کمپ مهاجرت میری اونجا خودت تسلیم میکنی اسناد نخلی اصلا نه اسناد اسناد غواړي که پیسې غواړي اسناد کار دارم ولی تو اسناد چه رقم برم ما اونجا خو لاړ شه ګیسن ته هلته ازیل وکړه ته اسناد انټرویو ورکړه اسناد درته درکوي بیا هغې نه بعد کار کوه خب شما سه تا افغان یک نفر کمک کرده نمیتونین اینجا شما سه تا جوان شما بانوب خو بانوب مخې ته یک- غواړي کنه اون نمیفهم یک دفعه یک رفته یک بودم. رمضان نفر است افطاریش گوش کن. کنه برای یک نفر اگه نشناختی چه رقم کمک میگین همین بچه هم دروغ شریعه میگه، ما راست همه ما همینطور همه آواره دای سند بیچاره سال ما هستیم. دروغ میگم وطندار دغه بانوب ماهر مخې ته مسه. پولیس ولاړ دي ښه پولیسای شته بانوب مخې ته هغې ته ورشه او تو زه نه وې راغلی هغه د خپله ګاډي کې چې ګیسن ته وطندار اینا این اردیش هیچ کار نمیکنه خیلی برم مرا همین راه را نشان بده من تا بانو خیلی خودم برم همینجا تو راه نشان بده میگه کدام بانوک کوچه میره است میگه بانو کدام طرف است به من نشان بده خدای عزت اوس بانوب هم نه دی معلوم بانوب خو هم دلته ده نه کنه من تازه آمدم بانو نمیفهم بانو کدام طرف کینه، است کینه، روز کل تو کینه. کل جای دریاست اینجا نمیفهم کجا میگه. برم میگه من بشه بشه. ده ده. چیز میکنیم یک 10 یورو میتیم برو برات یک غذا چیز کو افطار ابرو دې سکر وشو ښه یو کس راغلی پښتون و. پښتون راغی هغه پوچک باندې ولاړ و یو میاشت مخکې ما ته ویل وایي دغه دی هغه پوچک هغه ځای کې ولاړ و ما ته ویل د کولن نه راغلی یم او پیسې راته راکړه وایي پیسې نه لرم او پیسې مې چې ورکړې ما ته ویل بېرته درته لېږم 50 یورو مې ورته ورکړې بس وایي بېرته لېږم چې لاړم وایي سبا راته بېرته لېږم ایسته چې لاړ ایسه بلاک یې کړم افطار کلا پره بای یو واسه دانه بل هغه ته مې داسې کومک وکړو 100 روپۍ راته راکړه زه ما پاریس ته فرانسې ته وایي خرچه مرچه نه لرم چې ورته ورنکړې هغه هم بلاک کړم بیا یې موبایل نه دیو بعد حالا خود 5 یورو بتین خیلی سه جوان هستید شما 5 هم نداری؟ حالا امره چرا بیتی پنج خب؟ اربان با ثواب میشه ماه رمضان است اب نمیشه وطندار خواست پایین با میتی بود همین پایین با دروغ بود والا من ایم تازه آمده بودم ما هم یک 5 روپه میتیم یک نان شام بخورم اینجا وطن دار نتی امره چرا میتی ثواب است کجا سواب است کجا ازیار گناه کجا داره گناه رمضان یک دقیقه استاش تو بجای کمک کنی وطندار تا تو یکی رو بتا تو نمیمانی چرا کم انسان بودی اساس تو دی وخایا اساس وخایا ها؟ ایسواس نه ورق ندارم تازه آمده دیگه اوسپایس ایسواس چی است؟ نه دی ور ایسواس چی است؟ مسکره دو دیا دا خو پاسپورت نه ځان یې ناشنا کو چې بیخي چا نه پیژني آوا دیگه خب بگیرید 15 رو بته من این نه دیگه خور نه دیگه خور این چند است؟ اما را بگیر یک نان شام بخور بخیر باز فردا خودت در چیز برسان من من نمیتونم
توی هم بتی یک 5 رو 50 سنت این 50 سنت است. تاین تشکر وطندار تو هم کمک یک 20 روپیه شود. ما میتیم یگان چیزا که بخوره شرم مرا بیا نه. ماه رمضان است شما بخورید. گونه مسلمان اگر کار کرد گناه دگردن ما میتیم تو کمک میکنی راه را نشان میدی وطن؟ او یو 15 دقیقه صبر کړو دلته پولیس د ورکوي بیسیږي میگه 15 دقیقه صبر باش پلیس بیاید بتی پان کلی چیز کردن تو هست نه ما چیز بده ثواب نمیخوریم میشه نه ما رمضان. چیز نمی آدم غریب هستیم ما چیز نمیخوریم شراب بخوره نه نه. نه ماشا تو استغفرالله شما مسلمان وطندار شما اونجا علیکم مصرف نمیکنی نه ما خود نان میخوریم وطندار همین تکت میگیریم بیاریم یک جای اونم جای خود ماجرا میگیره کجاست بخدید خیلی یک راه را اشتاد میشیم بخدید یک چیز میکنیم ارورا برای یک راه را نشان بدیم از کدام را نشان میده که بند خدا تو اینجا را بلد هستی نه از اینجا برا دیگه یک جا تشکر همشهری دیگه ما تشکر از شما تازه آمده بودیم این اینجا. وطندار کمک میکنه همین راه را خود نشان میدی نه زیاد پخت از پویگم ز لگ لگ زب ز لگ لگ پویگم تشکر من نه ارورا تشکر وطندار سلام علیکم دوستان یا پاشتو میگن گوش کن. گرفته پاشتو بل سیدی ما ایره یک کمره مخفی گرفته بودیم کمره مخفی اون کمره ما اونجا است خب یک دست نشان بود یک دست تریکو بای بای کو ما هم یک وطندار را احساس شد چیز میکردیم تو چقدر احساس داری خب پیسی تا نمی تو مقصد اونو دوست ما بگی تشکر نه بگی اینا بگیره اینا مرا گردن مرا نگیره یک دست خدا کنیم چوس